شراف‌الدین لطف‌الله‌یف رو ببینیم. قهرمان جهانی سال 2019 نایب قهرمانی وزن تو 60 کیلو و همچنین در میان ستاره‌های گشتن جدو کینداو 2019 هم در مقام سه بود بر مقابل شعباس سعید ابراروف ببینیم. این پهلوانان کشور همسایه ها پهلوان ما در مقابل شراف‌الدین لطف‌الله‌یف مبارزه میبرد. پیراهن سفید دارد پهلوان. اوه اولین وزاره برایش بله برای سعید ابراروف شعباس نشان بدهند. دیدید دوستان عزیز اینجا شعباس اولین وزاری رو بر مقابل عمل رقیب کرد و با یک وزاره پیش می رود. آفرین پهلوانی که درخشش در اولین رقابت هوایدو گشته است اما برای شادی کردن هنوز هم بر وقت است. حالا محمد عبدالرحمنов سرمربی تیم منتخب جمهوری تاجیکستان از سمت دیگر نظارت دارد. با شراف‌الدین باید احتیاطکار باشد پهلوانی ما. اوه طریق سر حمایه کردن برای سعید ابرار. شعباس سعید ابراروف کمی مشکلی آمد. میتوانست که در اینجا حالا حالتی اگر خانسا که مکن نکنند برای پهلوانی ما چون که طریق سر بسیار حالت خطرناک است که این را شعباس سعید ابراروف حالتی تکرار میبینند بعدا از هیئت داوران مشورت انجام میدهند باشد که این بخیر باشد و نبرد این نایب قهرمان جهانی گشتن جدوی کشور ازبکستان با پهلوان جوان امید بخش ما سعید ابرار شعباس سعید ابراروف ادامه یابد. و زری برای پهلوان شراف‌الدین لطف‌الله‌یف نشان میدهند. 1-1 حالا اکنون حساب برابر است. لطف‌الله‌یف طریق دست چپ می‌دارد و شعباس سعید ابراروف پشت پای رقیب گذاشتن بسیار حالت خطرناک برای این رقم 2 جهان بود. حالا اکنون اجمه داوری گرجی دوباره پهلوان را با هم می‌آورد. آنها فاصله نزدیکتر میشوند. شراف‌الدین بسیار پهلوانی کردان است و اما پهلوان ما اینجا ببینید در دفاع هم خوب است. درخشی شعباس آخران مراتب در گرند اسلم بود. اوه اما گشتی نگرفتن هم نه. اینجا بسیار هم جهش و تابش عجب زیبایی بود که برای شعباس سعید ابراروف رو حمایه کردن. والله برحال برای پهلوانی ما شیدای اول را نشان دادن. این شیدا با خیر است. ادامه رقابت پهلوان امید بخش با پهلوانی که اولین مراتب مبارزه میبرد فقط در جام آسیا شعباس سعید ابراروف سال 2019 هم در مقام سوم بوده. پهلوانی که میانی نوجوانان هنرنمایی میکرد. رؤوفی که معطوف داوری مربیگی میکند این شعباس سعید ابراروف را. در وزن تا 60 کیلو بیشتر ما میگفتیم که پهلوانان ما در مقیاس جهان هنرنمایی میکنند. اولین شاید نفره که در وزن تا 60 کیلو بعد از گفته های ما به میدان برآمده است. خب اوه احتیاط باید کرد. به هر حال شراف‌الدین لطف‌الله‌یف هجوم پیوسته بر مقابل پهلوان ما دارد اما شعباس سعید ابراروف حالا آرام است. خوب داشته است شعباس اما در کمیکت حالتی داشتن ببینه سر کتف کردن. شراف‌الدین لطف‌الله‌یف هم موفق نمی شود برآمدن. پهلوان ما را شدای دوم را نشان میدهد. اکنون حالتی شداها خطرناک هم هستند به خاطر که دو شده که تهدید برای خانسا که محکم میکند اما فکر میکنم اینجا عملی انجام میشود از جانب یا شراف‌الدین یا شعباس. اوه خوب داشته است. امکانیت زیبا بود حتی برای وزری آوردن. امتیاز بود که در اینجا
дастро раҳо намекард. шояд Шаҳбоз Саид Аброров ба пеш мерафт. аҷме мегӯяд довари марказ доштан пушти пой. оҳо, як ҳаракат аз ҷониби Шарофуддин. пайваста Фарин як вазаре дигар барои паҳлавони мо. Саид ана акнун Шаҳбоз Саид Аброров ноиб қаҳрамони ҷаҳонро бо 2 вазаре шикаст дод ва ба қисмати дуюм рафт. офарин. ин тамоман кори дигар шуд. дидед ки боварӣ медорад ки ҳамин чеҳраҳо гавҳар ё ҷавҳаре ки дар зери об аст акнун боло мешавад ва дубора аз набарди паҳлавонӣ тоҷик нишон медиҳад. на ман кӯдакам гарчи ту ҳасти ҷавон ба гӯшти камарбанда дорам миём. ин мисраҳо ба хотири Шаҳбоз Саид Аброров аст ки паҳлавони то 60 килоаи мо дидори аввалро бо ноиб қаҳрамони ҷаҳон бо пирӯзӣ ҷамъбаст кард. аҳсан.